السلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما. چون سلام که کردیم به شما سلامتی خواهان هستیم. دوستان عزیز، امیدوارم که خوب و تن صحت هستید. اگر از ما پرسید ما هم شکرانه خدا خوب هستیم. امروز خواستم یک ولاگ برای شما سینمات کنم. دوستان عزیز، امیدوارم که به شما معقول می شود. تا آخر ویدیو با ما باشید. در طرف های ما به نهایت هوا نغز است. دوستانی عزیز، ما باز همراهی کودکا به کوچه برآمدیم. به پاسالسوی جمهوری تاجیکستان در شهر مسکو رفتم. دوستانی عزیز، چون که به دخترچم پاسپورت سپاریدن در کار بود، رفتیم پاسپورت را سپاریدیم. به نهایت آدم بسیار است. به نهایت زنهای قطعی شوهراشان، زنهای کودکدار به نهایت بسیار است. آچورت بسیار بود. دوستانی عزیز، از همین خانه ما ساعتی 5:35 سحر برآمدم تا رفتم که ساعت قریب 9 شد. باز آچورت ساعت 11 سپاریدیم. بعد ساعت 3 بود به فکرم، 3:30 بود به فکرم، خیلی سپاریده برآمدیم و به این ترکاوی سنتر آمدم. دوستانی عزیز، در همین وقتی که در همین جاها میگشتیم، بعد اینقدر تماشا کردیم. دوستانی عزیز، کودکای اشکمشان رو سیر کردم. باز به مگزین طلا در آمدم. به گوشی دخترچم یک گوشوار گیرم گفته در آمدم. راستی که یگان گوشواری ساز نداشتن، معقول نشد. بعد همین خیلی برآمدم. در همین جا دوستانی عزیز، چنانه که دیدی استادید، اینجا میترو دمدیتوفسکایا هست. از ایروپورت به همین جا اتوبوس می بیاد. کسانی که از تاجیکستان آمده باشند این جایی را میدانند. دوستانی عزیز، در همین جا وقتی که ایستاده بودم، در همین وокزال وقتی که ایستاده بودم، یک دخترک آمد نزدم، یک دخترک تاجیک. گفت اپا جان تاجیکی؟ من گفتم ها تاجیک من. بعد خیلی شیشتیم، چخ کردیم، گپ زدیم. گفتم به کجا می روی؟ گفت ستوپینه، در همین جایی که ما از استانوفک ایستادیم به اینجا اتوبوسی ما می بیاید. بعدم خیلی شیشتیم. ابیتی ساعتی 12 به ایروپورت دمدید و آمده است. از همونجا به اتوبوس شیشت است. راست به همین متروی ما دمدیتوفسکی مترو می بیارد از ایروپورت. این دخترک تاجیک که قطعی من گپ زده ایستاده بود، در تاجیکستان 2 کودک داشته است. دوستانی عزیز، خیر با امری تقدیر از شوهرش جدا شده بود است. به اینجا این دخترک را یک دکانش فریاد کرده که بوده است. وقتی که در تاجیکستان این بود، بیا هم خیلی کار میکنیم، گفته این را فریاد کرده بوده است. این بیچاره از تاجیکستان قرض گرفته، پاسپورت کرده، با قرض گرفته، بلیت گرفته آمدگی بوده است. بعد وقتی که گفت شب از همون ایروپورت وقتی که پریده ایستاده بودم،
گفتم میخوام من پریده ایستادیم، گفتم قطعی من تا همین که به عملیات شدم قطعی من نغز گپ زد و دختر دوگانش وقتی که به مسکو آمده فرود آمده است از همون ایرپورت گذشته سیم کارت میتی همون سیم کارت امیر رسیسکی رو به تلفن زده زنگ زند. تلفن این دختر کشتگی چندین بار زنگ زده است کشتگی وقتی که در تاجیکستان بوده است همین خیلی از ایرپورت میبروی با اتوبوس است به همون اتوبوس میشینی به همین پیشی مترو آمده دسکه میبرد از همونجا فردا گفته تا همون جایی که به خانهش است و دختر گفته بوده است. دوستانی عزیز این دختر در یادش مانده بوده است. همین خیلی به گفتم دوگانش به اتوبوس شیشت است آمده است به همین اصناف که ما ایستاده بودیم بعد آمده است به همینجا بعد من ندیده با گپ زدیم بعد همین خیلی زیغ گیریه که من برای چی آمدم نمیدونم برای چی آمدم من به کجا میروم. آن وقت قریب ساعت 7-8 بیگه شده بود. دوستانی عزیز من به کجا میروم گفته این دختر خیلی زیغ. من فکر کردم که به خانه می بیارم گفتم زیغ نشه خواهر جان به خانه ما می رویم. هم که به شوهرم زنگ زدم شوهرم راضی شدن میلش گیران بیا جای کار میاویم گفته هم حقیقت شوهرم مصلحت کردم شوهرم راضی شدن که میلش گیران بیا گفتن. خلاصه گپ دوستانی عزیز اتوبوسی ما آمد بعد شیشتیم به اتوبوس گفت حاضر دوگانم به من گفت اتوبوس به کنیشنی همون گارادی که ما زندگی میکنیم میبیاید تو از اما استانافکا میفردایی بعد به ایسو میروی به ایسو میروی همون اولیسی که هم دختر زندگی میکند گفته بوده است. این در یادش مانده بوده است دوستانی عزیز و امیخیل آمدیم من گفتم جور به خانه ما میرویم گفت نه اپا جان خشم و آیله دار من راستی گپ ایب نمیبینم برای خودم من به اونجا رفته چه خیل میستم خواهد میرویم به همون ادرسی گفتگیش اگر نیاویم بعد میروم گفته میخوای استاده مصلحت کردیم. خوب دوستانی عزیز خیلی گپ بسیار بود راستی گپ خیلی زیغ شدم. من به همون دخترایی که از همین مسکو ایستاده از تاجیکستان دختران را همون مثال دوگاناتان را فریاد میکنید همین جا به جا کرد کاری انیق باشد خانه انیق باشد که باید دختر بیاد در همونجا زندگی کند بعد فریاد کنید. از همه شما احترامانه خواهش دارم که این خیل نکنید اینجا دولتی بیگانه است. همین خیل ساعت 8 بود اگر ما نمی بودیم نمیدونم حالی این دختر چی میشد به گوجو وقتی که نمیتونید کاری انیق نیست خانه انیق نیست فریاد نکنید. از همه شما احترامانه خواهش دارم دختران من به عزت نفسی یگان نفر رسیدنی نیستم. دین اولی و دخترها دیدم خیلی زیغ شدم دوستانی عزیز برای همین خواستم نوار کنم همین شب همین دین یک شب همین واقعه روی داد من خواستم همین روز خستم نوار کردم بهری شما گفتم دخترایی که از تاجیکستان می بیایید از همه شما هم خواهش دارم که با جای کاری انیق با آدمی انیق قطعی مصلحت کرده بعد بیایید در اینجا اگر هیچ کس نباشد سرسان و سرگردان می شوید. دوستانی عزیز اتوبوسی ما به جای در کاری ما آمد دوستانی عزیز بعد این ادرس این دختر گفتگی با این ادرسش رفتیم زنگ زدیم فرا آمد و دختر در خانه بود است. خیلی این زیغ شد که چرا تلفنت را کشتی خیلی همونجا ایستادیم گپ زدیم خودش رو اپرافدت کرد تلفن زریدی تلفنم مرد ایتا شد اوتا شد. من بعد گفتم که اگر که با شما در کار می بودم خیلی نمی کردید میدونستید که نو از تاجیکستان اومد گفته خیلی همونجا فهماندیم دوستانی عزیز اگر در همین حالی که نمی فرامد نمی کشد در را به خانه خودم گرفته می آمدم به حد راستی گپ زیغ شدم دوستانی عزیز خجا بجا شد. بعد قریب ساعت 12 شب شد شوهرم زنگ زدن آمدم جنگ کردم که نخواد که آدم تا 12 شب گردد. از همه شما احترامانه خواهش میکنم نکنید این کار را نمیتونید فریاد نکنید دوستانی عزیز